من علی گیمینگ هستم و خوش اومدید به کانال خودتون. امروز اومدیم با آموزش این که چطور فست اسکوپ بزنید. امیدوارم که خوشتون بیاد. اگه از اکسپلور میاید خوشحال میشم کانال رو ساب کنید، یه لایک هم بکنید با ویدیو. بریم سراغ آموزش. خب بچه ها، برای اینکه شما بتونید فست اسکوپ بزنید نیاز دارید به به یه هاد 4 انگشتی. این هاد خودمه، خواستید اسکرین شات بگیرید بچینید. حتما با هادتون 4 انگشتی باشه که بتونید فست اسکوپ بزنید. خب بچه وقتی هادو چیندید میایید تو تنظیمات، میذارید گزینه بیسیک رو که اومدید پایین یه گزینه است، گزینه ADS شما باید بذارید رو تب اند هولد ADS. اینا قبلا توی اون یکی ویدیو هم گفتم. این کاربردش چیه؟ یعنی وقتی شما انگشتتون رو میذارید رو ایم اسکوپ وا میشه و هر وقت انگشتتون رو بردارید اسکوپ بسته میشه. برای اینکه بتونید فست اسکوپ بزنید بهترین گزینه اینه. تب اند هولد ADS بهترین گزینه است واسه فست اسکوپ. خب بچه‌ها وقتی گذاشتید رو تب اند هولد ADS میایید تو همین تمرین خود بازی تو مولتی بذارید استارت هم بهتون میگم. بچه‌ها اتچمنت اسنایپ واسه فست اسکوپ هم آخر ویدیو گذاشتم واسهتون، برید حالشو ببرید. خب بچه‌ها وقتی اومدید اینجا شما اول بهتون بگم فست اسکوپ چیه. فست اسکوپ تو حالت معمولی شما اسکوپ رو وا میکنید بعد تیر رو میزنید، اینجوری وا میکنید بعد تیر رو میزنید. ولی تو فست اسکوپ شما ایمتون رو وا میکنید به محض اینکه اون دوتا خط وسط دوربین رو دیدید یا همون قرمز وسط دوربینتون رو دیدید سریع باید تیر رو بزنید. نذارید که ایمتون کامل واز شه بعد تیر رو بزنید. میدید من چجوری دارم میزنم؟ ایمم کامل واز نمیشه. بیاید اینجا تمرین کنید. اول هادتون هم باید مناسب فست اسکوپ باشه. من هادم رو گذاشتم چند دقیقه قبل، دیدید دیگه. تا ایمم کامل واز نشده تیر رو میزنم. ببینید تا ایمم کامل واز نشده تیر رو میزنم. بیاید اینجا تمرین کنید، موومنت برید، اسلات جام بزنید تا فست اسکوپ رو یاد بگیرید. بچه‌ها من یه ویدیو دیگه هم تو کانالم گذاشتم، اونم ویدیو پایه‌ای واسه اسنایپر شدن. اگه ندیدید برید ببینید. حالا بریم سراغ دارک اسکوپ. بچه‌ها دارک اسکوپ چیه؟ دارک اسکوپ میبینید من دارم میزنم کل فست اسکوپ. دارک اسکوپ یعنی اینکه شما وقتی ایمتون واز نشده، یعنی ایمتون اصلا نباید یه ذره وا کنید بعد تیر رو بزنید. میبینید ایمتون کامل واز نشده و اصطلاحا بهش میگم مثلا دارک اسکوپ، اسکوپ تاریک. یعنی مثلا ایمتون واز نشده سریع باید بزنید همین جوری که هست، اینجوری. میبینید که دقتش هم خیلی کمه. این من دارم میزنم. حالا دارک اسکوپ بیشتر واسه چیه؟ واسه دوئلاس. به درد مثلا رنگ مچ مولتی و این چیزا نمیخوره و فست اسکوپ واسه به درد رنگ میخوره. دارک اسکوپ چون دقتش کمه زیاد خوب نیست. دارک اسکوپ بیشتر هم دمیج میده. دارک اسکوپ بیشتر دمیج میده تو دوئلا. بچه‌ها اگه خوشتون اومد ممنون میشم ویدیو رو لایک کنید، حسابم کنید که انرژی میده بهم. و اگه آموزشی چیزی خواستید تو کامنت ها بهم بگید، حتما واسهتون میذارم. ایده ویدیو هم ندارم خدا وکیلی. اگه داشتید بهم بگید. واقعا ممنونم که تا اینجا همراهم بودید. مرسی تا ویدیو بعد. خداحافظ.